سلام به همه کسایی که این ویدیو رو میبینین. اسب بخار، خیلی خوشحالم که مهمان یک برنامه تخصصی هم و در خدمت شما. از خودتون بگید اسمتون. من رضا محمد رضا احمدی، متولد 1370. 1370. آره. یک سال از من بزرگتری. آره، یعنی من اگه 10 ماه زودتر به دنیا میومدم میتونستم افتخار دهه 60 بودن رو داشته باشم، ولی خب نشد. ساختمون خوندم تا فوق دیپلم و زدم تو کار استارتاپ ها. ترند بود، نمیدونستم انقدر نرخ ریزششون پایینه، ولی خب خوشبختانه ما نریختیم و رسیدیم به اینجا. اسم ماشین چیه؟ اسم ماشین اسمای مختلفی عوض کرد، ولی امروز تصمیم گرفتیم که سیمرغ باشه. داستان سیمرغ رو برامون تعریف می‌کنی؟ سیمرغ یک پرنده افسانه‌ای است، روایت‌های مختلفی هست. فردوسی یک جور روایتش میکنه، ولی من شخصا روایت عطار رو بیشتر دوست دارم. سیمرغی که عطار روایت میکنه دنیای پرندگانی است که مشکلات عدیده‌ای دارن و تصمیم میگیرن برای حل مشکلاتشون یک رهبر فرزانه انتخاب بکنن و اونجا هدهد سیمرغ رو پیشنهاد میده. تیمتون چند نفره این ماشین رو طراحیش کردی؟ تیم طراحی خب یک نفر بودیم، ولی هسته اصلی تیممون 5 نفر هست. 5 نفر. از چه موتوری استفاده کردیم برای این ماشین؟ این یک کانسپت کار، یک طرح مفهومی است و فعلا از یک ماشین 1.8 لیتری استفاده کردیم. شایع شده که موتور تویوتا کورولا روش نصبه. شایع نیست، درسته. بله. نسل تویوتا کورولا 2004-5. بله 2004. آیا توان موتور تغییر پیدا کرده یا نه همون 100 نه همون استاکش هست. پس یه موتور چند اسب بخاری فعلا روی این ماشین هست؟ 130 اسب بخار. 130 اسب بخار، گیربکس منوال. این قرار همین موتور بمونه یا تغییر پیدا می‌کنه؟ نه، ما یه مذاکره‌ای داریم با یه پارتنر آلمانی با بیش از 30 سال سابقه توی ساختن موتورهای ریسینگ و نیاز به 32 میلیون 26 تا 32 میلیون یورو داریم تا اینکه 3 نمونه از این موتور رو بسازیم. 2 تاش برای هومولوگیشن پس هست و یکیش برای نمایشگاه بعدی.